برنامه اخباری آزادی با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. شالوی گلخوجه هستم. سلام. نخست توجه کنید به سرخط موضوع امروز 1 اپریل. کرسی خالی مانده عزت امان، فعالیت منبع مرکزی توجیکان در مسکو بعد بازداشتی رهبرش زیر سوال رفته است. وی گریست، از چشمانش اشک جاری شد. من تبسم کردم و گفتم از مرگ ترسیدید؟ او گفت نه، اما از آن خف دارد که بعد مرگ او مهاجران در روسیه بی پشتیبان میمانند. به جای میدانچه بازی وعدگی مغازه میسازند و یا ناراضگی ساکنان چند محله در شهر کولوب. ارچای سبز بریدن ساعت دیشه ورده کانتینر موندن. این در کدام گجور راست میادن. و در روز خنده تماشابینان حجم‌نگاران توجیک را در سیرک دوشنبه با تالار پر و قرصک ها پیشواز گرفتند. خوب میشد میبردم بابام طهارت میکرد. اما در اول یک خبر دیگر، حکمتالله سیفالله زاده عضو زندانی حزبی فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به شفاخانه انتقال یافته است. سیفالله زاده 70 ساله در دایره پرونده های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت و بعداً به 16 سال محکوم شد. در حالی که مقامات رسما چیزی نمیگویند، فراغت سنگین و همسر سیفالله زاده به رادیو آزادی گفت شوهرش را روز 29 مارس و در پی بد شدن وضع سلامتی در بیمارخانه محبس بستری کردند. قبلا نیز همسر سیفالله زاده از وضع سلامتی شوهرش نگرانی کرده بود. او گفته بود شوهرش پس از گرفتاری به کرونا ویروس در زندان حال خوب ندارد و خانواده نیز بنابر تنگدستی نمیتواند به او کمک کند. غیب زدن عزت امان حامی حقوق مهاجران در مسکو و بازداشتش در دوشنبه فعالیت منبع مرکزی توجیکان را در پایتخت روسیه در حالت نامعینی قرار داد. همکاران این حقوقشناسی شناخته میگویند مرکزی که تا یک هفته پیش برای مهاجران خانه امید بود حالا به مثل کرسی رهبرش خالی است. ولی با این هم صدها زادگان تاجیکستان در روسیه امیدوارند که پرزیدنت امامعلی رحمان به این قضیه دخالت کرده حامی آنها را رها میکنند. گزارش تلویزیون نستایش время را با هم میبینیم. В общем, здесь он сидел, помогал людям. کارمندان مرکز یاری حقوقی تاجیکان بعد از غیب زدن عزت امان هنوز از حالت شاک بیرون نآمدند. همصفان عزت میگویند او میدانست که دیر و یا زود او را میربایند. 2-3 روز پیش تا زمانی که او را ربودند ما اینجا نشسته بودیم، با هم صحبت داشتیم. من گفتم که اگر شما را ربودند و مبادا شما را کشند ما چیکار میکنیم؟ وی گریست، از چشمانش اشک جاری شد. من تبسم کردم و گفتم از مرگ ترسیدید؟ او گفت نه، اما از آن خف دارد که بعد مرگ او مهاجران در روسیه بی پشتیبان میمانند. واقعا اخراج یکباره این حامی حقوق از روسیه کاری مرکز را به هم زده است. تا این حادثه هر روز به این اداره حدود 30 نفر با مشکل و سوالهای گوناگون خود مراجعت می‌کردند. حالا آینده فعالیت مرکز زیر سوال رفته است. مرکز ما بر رسانیدن یاری حقوقی مشغول بود. بر زمین هر هفته از 2 تا 3 نفر همدیاران می‌فوتیدند. بسیاری ها در چنین حالت نمی‌دانند چیکار کنند، به کجا مراجعه نمایند. از این رو ما به این کار مشغول می‌شدیم. زوجه عزت امان اخراج و حبس شدن شوهرش را در تاجیکستان به فعالیت کسبی او ربط می‌دهد. این کار رو باید نکنی، این خیل گپ‌ها رو باید نگویی. وقتی تو کم مونده است با زودی تو را بازداشت میکنند، چون این تهدیدها به او جای داشت. سیاره تقایو بر این است که مقامات از آنه که شوهر او به مهاجرانی که در سفارت کمک نکردند یاری میرساند عصبانی هستند. وقتی آنها به سفارت مراجعت میکردند به نظرم به آنها کمک نمیکردند. بعد نزد شوهرم می آمدند، او به آنها یاری میرساند. احتمال برای همین مقامات او را بد میدیدند. این حامی حقوق میان مهاجران همچنین بنابر پاندمی شهرت کسب کرد. سال گذشته عزت امان بر زمین یاری حقوقی بر رسانیدن کمک‌های مالی به مهاجران شروع کرد. مهاجران این کارهای نیک او را فراموش نکردند و از او به نیکی یاد میکنند. حالا یگانه نفری که به جستجوی عزت امان مشغول است پسرش است. از زمان حبس او وزارت کارهای داخلی تاجیکستان جای نگهداری او را فاش نمی‌کند.
از این رو در شبکه‌های اجتماعی سر و صداها درباره بد شدن سلامتی او چرخ می‌زند. بعضی آوازه ها هست که سلامتی او بد شده است و حالش وخیم است. بله، او بیمار شده بود. بعضی ها میگویند او را در شفاخانه دیدن در بیمارخانه مرکزی. در همین حال به فرزندی حامی حقوق اخیراً امکان دادند پدرش را ببیند. او گفت که پدرش را در بازداشتگاه موقت وزارت کارهای داخله نگاه می‌دارند و سلامتی او معتدل است. پسر این حامی حقوق همچنان خبر داد که مقامات وعده دادند که اگر ضرر مالیوی رسیده را جبران کنید او را رها می‌کنند. در حالی که حکومت تاجیکستان نهالشنانی و بنیاد هرچی بیشتری میدانچه های بازی و ورزشی برای کودکان را تشویق می کند، در شهر کولوب منظره برعکس مشاهده می شود. گروهی از ساکنان محله سیفالدین سنگوف شکایت دارند که مقامات شهرداری با وعده بنیاد میدانچه های بازی درختان سرسبزی که مردم شنونده بودند بریده در اصل به ساختن مغازه ها پرداختند. به گفته همکارمان محمود جان رحمتزاده، چنین ساختمان های جنجال برانگیز در دیگر محله های کولوب نیز جای دارند. کودکان محله سیفالدین سنگوف شهر کولوب آخران بازی های خود را در میدانچه نزد خانه اشان انجام می‌دهند. قرار است در جای میدانچه مغازه ساخته شود. آغاز ساخت و ساز مغازه در جای میدانچه اعتراضی ساکنان بلند آشیانه محله را به بار آورده است. حالا تقی نبیف وکیل محله سیفالدین سنگوف میگوید بعد ساختمان نمیداند نبیرگانش در کجا به بازی مشغول میشوند. اینها را ما ساز کردیم با چی خدمت، با کار چیای خدمت کردیم، با مهنت خدمت. امروز هستن آدمایی که در همین شهر کولوب ما اینا ویران کنی. مکانی که در آن ساختمان آغاز شده است در برابر میدانچه بازی بودن درختان آرایشی و سوی افکن شینانده شده بود. سبزگل قوت‌ها میگوید درختان را شب و شب بریده در جای آن ساختمان آغاز کردند. هرچای سبز بریدن ساعت دیشب ورده کانتینر موندن. این در کدام گجور راست میادم گجور ده. وقتی که همه درخت‌ها را اومدن بریدن ما را گفتن که میدانچه میکنیم، جایی که ماشین میمونن همونجا را میکنیم، ستاینکا میکنیم. لیکن اومدن یکی دیگه گپشون. دادن زمین برای ساختمان مغازه در نزد بیناهای بلند آشیانه بعد بریش درختان نزد این خانه ها سر زد. مقامات شهرداری ماهی انور به بهانه نمایان کردن گرد و اطراف خانه ها و گشادن راه برای ماشین های سوختار خاموش کنی درختان را بریده بودند. درختباری در کولوب اعتراضی ساکنان را به بار آورده بود. در شهرداری به ساکنان بعد بریش درختان گفته بودند که در جای درختان میدانچه های بازی برای کودکان میسازند. شهرداری کولوب هم این گفته ساکنان را تصدیق کرده بود. ماشین آتش نشانی با گرد اطراف خانه‌های بلندآشیانه گشتن نمیتواند. و همین مقصد بعضی درختایی که خلال میرساند ما موافقه با کمیته حفظ طبیعت برای گرفتن آنها مساعدت کردیم. و در آنجا تصمیم گرفتیم که میدانچه‌های بازی کودکانه استراحت کلانسالان بنیاد نماییم. اعتراضی ساکنان خانه‌های بلند آشیانه محله سیفالدین سنگوف در حالی است که ساکنان محله جبار رسولوف شکایت دارند که راه پیاده‌گردی آنها را مقامات به یک سوی کار داده ساختمان مغازه مسئله ساختمانی شروع کرده است. حالا 60 ساکنی این محله عریضه دست اجمی کرده خواهان قطعی ساختمان شده اند. زیاده از 60 خوجگی هست در همین محله جبار رسولوف. همیا التماس کردن و امضا گذاشتن که همینجا یگان مغازه نشود. راهگذرای رای محله که زنک و مردک کودک سنگ میگذره اینجا فقط دم رای ما را میگیرم و گذاشته نمیتونیم. اما رئیس ولایت برعکس گفته‌های شهرداری کولوب میگوید که درخشینانی از سوی ساکنان ولایت خوش استقبال شده است. هزار رحمت به همین شهر دوشنبه پیشنهاد رئیس شهر دوشنبه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که تمام مردم تاجیکستان از اون جمله شهر دوشنبه دستگیر کردن آیدی نشان شینانیدن هر یک عائله یک درختی همیشه سبز. ببین چه خیلی مردم استقبال گرفت. این بار اول نیست که در شهر کولوب درختان بریده شده در جای آن ساختمان سر می شود. 5 سال پیش در محله شمس‌الدین شاهین چینارها را بریده در جای آن خانه‌های بلند آشیانه ساختند. این بریش‌ها هم همان سال اعتراضی ساکنان را به بار آورده بود.
بعد یک سال خروج بیماری کووید 19 امروز که روز جهانی خنده است، تجربه‌نگاران توجیک در بیشتر تالارها برای مخلصانشان برنامه‌ها اجرا کردند. شیرینکاران میگویند این همه مدت مشتاق مخلصان بودند، زیرا به قول آنها در این گیرودار یک لحظه خنده هم میتواند داروی خوبی باشد. امردین اولیموف موضوع را ادامه میدهد. این برنامه هنری با اشتراک هجونیگاران توجیک در سرک دوشنبه با مناسبت روز جهانی خنده است. تالاری پور پذیرایی خوبی حاضرین و قرصک‌های آنها را شیرینکاران توجیک یک سال باز انتظار بودند. ما باوری نداشتم که مثلا همین مردم اینقدر میاد با همین حجمی که هسته مردم میخیزه میآید. خیال کردم با میترسن کرونا ویروس. سال گذشته روز خنده به زمان خروجی کووید 19 راست آمد و طول تقریبا یک سال برگزاری برنامه‌های هنری هجونیگاران را برهم زد. یک سال مردم در کرونا ویروس بند بودن، حتی ترسیدن، فکرهای زندگی پریشان شد، مردم فکرهاش بسیار چقور رفت در همون چیز. به همین خاطر وقتی که آدم میخنده ترس از خاطرش میپره. طبیبان هم میگفتند برای به سبکی پشت سر کردن این بیماری روحیه بولیده و هزل و شوخی در حیات انسان مهم است. و همین کسلیه که آمده بود، همین وبا ترسید از ما و شما. باور کنید ترسید. هجونیگار معروفی تاجیک عبیدالله رجب میگوید هرچند مردم تاجیک گوشه‌نشینی نکرد و با برگزاری توی مراسم‌هایشان این بیماری را گذرانید، اما هزل و شوخی در این موضوع نشانه خیرتمندی نیست. من لطیفه در همین باره نیفتم. برای چی؟ من گمان میکنم که مردم ما بسیار مردم با خرد، با فهم، چه در اول گفتن این یک بدبختی است که این به شوخی گذراندن در کار نیست. توبه باید کرد کسی که وای باشد و آماده شدن در کار. اگر ما اینا همچون یک شوخی یک وای میگفتیم، اگر این زیادتر میشد. برعکس این به جدی مناسبت کردن در کار بود. چون بالای یگان مرگ و مرده میرویم، اگر همه جدی میشن تا یک مدتی. لیکن باز میگم که توی معرکه ها شوخی ها بودن، در همه جا بود. در روز خنده در شهر دوشنبه یک باره چند محفل هجو و شوخی برگزار شد. شیرینکاران برنامه‌های طول یک سال آماده کرده خود را پیشکش هوادارانشان کردند. در فیلارمونیای دولتی تاجیکستان باشد، گروه خندین کمان از شهر خوجند مهمان ساکنان پایتخت شد. مقیم جان عبدالفتاح با دسته هنریش یک سال باز به دوشنبه نآمدند. نقشه هایشان برای سفرهای هنری به روسیه و ازبکستان هم موقوف گذاشته شد. اما در آن روزها توانستند در خوجند برنامه هنریشان را پیشکش مخلصان کنند. لیکن یک چیزش به من معقول نشد که همه با نقاب بودند و خنده کردن انسان خیلی عذاب بینید. اگر استالار بینید خندت با یک الهام روحیه میگیرید. نگاه میکنید همه نمیخواد ساده است، لیکن کلاشون خیلی میجنبد. بعد من گفتم همین خنده کردن اینها. لیکن من به نهایت همین آرزو دارم که مثلا گیریم از همین خوجند سر کنیم، مثلا یا از اسفره سر کنیم تا به درواز یک مثلا گیریم کاروانی خنده بریم. بعد از اینجا مثلا جنبست کردن باز من سمرقند، بخارا، گیجدوان و این طرف پس سوخ است و این طرف مثلا گیریم اچقرغان است که جاهای تاجیک نشین اهالیشان تاجیک است. هجونیگاران توجیک میگویند باید نه تنها 1 اپریل بلکه همه روز خنده باشد تا مردم از آزرده خاطری دور باشد و از گرفتاری به بیماری‌های مختلف امین. یک شوهر زنش به تلفن کرد، من مغازه با آمدم جانم. گفت ماسک دارید می، نقاب دارید می؟ ها چی گیرم؟ گفت کاسه گیرید. گفت ببینید تو بگیرم. ما نستمانو میکنیم که تب بولیده و خنده بیدرد هرگز شما بینندگان عزیز را ترک نکند. با همین گزارش خوشبین کننده وقتی برنامه اخبار آزادی هم به پایان میرسد. تشکر از یکایک شما عزیزان که تا همین لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر رو چون همیشه در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید. فراموش نکنید که فردا شما را منتظریم. تا فردا خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما.